از خدا پرسیدم چرا برای آدمای خوب اتفاقای بد میفته و خدا جواب داد حتی محکمترین درختها هم سختترین بادها رو تجربه میکنن. هر سختی دلیلی داره برای اینکه قوی ترت کنه. دوباره پرسیدم پس چرا اینقدر احساس تنهایی میکنم؟ و خدا گفت چون نمیتونی خورشید رو توی شب ببینی به این معنی نیست که اون اونجا نیست. من همیشه باهاتم، حتی در سکوت. با دلی گرفته پرسیدم آیا اوضاع بهتر میشه؟ و خدا جواب داد بله، ولی به زمان بندی من، نه به زمان بندی تو. به من اعتماد کن. اگه این پیام قلبت رو لمس کرد، با عزیزان و دوستانت به اشتراک بذار و بهشون بگو که خدا همیشه صداتون رو میشنوه. و اگه به عشقش ایمان داری بنویس خدایا شکرت.